بعضی کسا فکرتان باشه شیطان او را بازی میته، فریب میته، او را میگه تو با تقوا هستی، به چند حدیث عمل میکنه. مثلا یک نفر یک کمکی، مثلا ما آمدم اینجا یک دارم درس دادم، شیطان میبر من میگه ماشاءالله استاد اینا درس دادی، دعوت کردی، خلاص دیگه اینمی دین است، در حالی که نه. رسول الله صلی الله علیه و میگه نه، این دعوت یک بخش دین است، و ایمان و بدعون و 70 شعبه. تو باید در 70 چند بخش ایمان در کلش همین قسم نمره بگیری. بعضی کسا در یک مضمون که نمره خوب گرفت نه، خلاص دیگه شیطان برش میگه که هستی و نیستی، با تقوا تو هستی. یک وقت برای که دم یک مضمون 100 آفرین گرفته، در 70 چند تای دیگه 0. بسیاری کسا همین قسم میشه، بسیار مغرور هم میباشه. سیز در یک مضمون خوب نمره گرفته. ما در دوران ماستری یک صنفی داشتیم، این صنفی ما از یک استاد از یک مضمون بسیار میترسید. هر وقت که میرفتیم یک کتاب بود امیر میخواند، یک کتاب بود به نام مغنی اللبیب، در ماستری ما میخواندیم، یک کتاب نحوی است. اما هر وقت که میرفتم این کتاب در استاد از یک شیخ ازهر بود، یک چپن بسیار کلان داشت، چاق خادم بود، لنگی سفید تو ازهری میزد، بسیار تند بود. کل ما از اون میترسیدیم، بسیار تو عالم بود. خب بسیار تو ما شما قاروک میگیم، من تو قاروک بود دیگه. این صنفی ما از این بسیار میترسید و همیشه همین کتاب از میره خوانده میره. من برش میگفتم ما برادر یگان مضمون دیگه رو بخوام، نه میگه والله نه خدا نه خدا. یگان وقتش من میشم درس میخوانم، میفهمی کتابو میخوانیم. خوی کتاب بیخی حفظ کرده بود. یک وقتی که نتایج اعلان شد که در این مضمون بهترین نمره رو گرفتم، اما در مضمون دیگه ناکام مانده بود، از ماستری اخراج شد. اینال دین هم همین قسم است. رسول الله صلی الله علیه و آله که ایمان و بدعون و 70 شعبه، 70 چند شعبه است. حساب کده کدام شعبه چند نمره داری. اگر در کلش حداقل 55 نمره کردیت گرفته بودی سیست، یگان تا رو ببینید یک مضمونش بسیار خوب است و شیطان اینقدر مغرور ساخته. مثلا یک نفر ذکر میکنه، این دیگه میگه خلاص من دیگه ذکر هستم، همیشه در قرآنم نمازم که میخوام آیات ذکر میخوام. بله ذکر خوب چیز است، لکن یک شعبه دین است. بعضی کسا دعوت و تبلیغ میکنه، فکر میکنه ولی همین دین است، همیشه آیات دعوت خوانده میره. متوجه هستین؟ اما انسان مسلمان باید در همه شعبات دین چی باشه؟ با تقوا باشه. والعمل بالتنزیل گفته، نگفته به یک بخش تنزیل، نگفته به 10 آیت قرآن، باید به تمام آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کنی؟ عمل بکنی. یک نفر پرسانش کردن و بسیار آدم با تقوا بود. گفت چی آرزو داری؟ گفت والا آرزوی من است، من کل سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگیم تطبیق کردیم، لکن تابال یک سنت از پیش مانده، میخوایم برام تطبیق بکنم ولی واسم نمیرسه. چی است سنت که واسه نمیگه؟ حالا در یک حدیث خوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوان، باز یک نواسه کش بود رو در بغل خود میگرفت، واده سجده که میشد باز رو در زمین میماند، باز پس که میخیز رو در بغل خود میگرفت. ما اهمی حدیث تابال چی نکردیم؟ چون نواسه ندارم. از این خاطر گفت من جگرخون هستم. این تقوا میگه که حتی به ترک یک سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان متأثر باشه، جگرخون باشه. این تقوای حقیقی هست. اما این تقوا نیست که یک 5 تا یا 10 تا سنت گرفتیم دورم محکم هستم و همیشه در سر زمین فشار میارم و شیطان مرا میگه نمی 2 تا را که گرفتی خلاص دیگه تو خلاص.